مجموع قوانین در اتصال مسلسل داریم، 3 قانون مجموع داریم یا 3 نقاط اساسی مجموع داریم که رو باید مجموع با هم بفهمیم. اولش چی است؟ اولش مقامت های با هم جمع میشوند. یعنی فرمول مقامت ها را با شما داریم که آر این مساوی است با آر 1 جمع آر 2 جمع آر 3 نقطه جمع آر این. این یک قانون. قانون دومش ولتاژ ها در دوره مسلسل با هم چی است؟ مساوی است. در دوره مسلسل ولتاژ های مجموع چی هستند؟ مساوی است. ولتاژ با هم مساوی میشه. یوی این مساوی است با یو 1 جمع یو 2 جمع یو 3 نقطه جمع یو n. سوم قانونش جریان ها در دوره مسلسل مجموع چه میشه؟ تقسیم میشه. جریان ها با هم یا در شکل جریان تقسیم میشه. با چه حالت؟ که آی مجموع مساوی است با آی 1 جمع آی 2 جمع آی 3 جمع نقطه آی. از این طریق مجموع میتونه که از این 3 فرمول خود مجموع دوره مسلسل خود چه کنیم؟ محاسبه کنیم. مجموع که من گفتیم مساوی است جمع ثبوت میکنیم دیگه ایش مجموع کار. از قانون اون داشتیم که آی مساوی است به یوی بر آر. مجموع اگر آر مجموع مجبور می بود که آر مساوی است به آی ضرب یو، یعنی قیمت یوی خدا قیمت آر خدا درست است. بخاطر مجموع گفته بودیم که در دوره مسلسل مقامت ها با هم چه میشه؟ جمع میشه. اینمی فرمول مجموع ثبوت میکنیم که آیا اینمی فرمول بر مجموع واقعا اینمی چیزا میده یا خیر. درست است؟ کلام چی است؟ مساوی است. یو اول مجموع ولتاژ یا قوه محرکه برقی خود چه میکنیم؟ مشخص میکنیم که این مجموع مساوی است با یو 1 جمع یو 2 جمع یو 3 جمع نقطه یو n. هر چیزی یو مجموع داشتیم یا قیمت چه گذاشته میکنیم؟ یو است یا یو ولتاژ تو که ولی خود مجموع فرمول مقاومت خود چه میکنیم؟ ثبوت میکنیم از این فرمول. ما قیمت یوی خود از کجا پیدا میکنیم؟ از قانون اومه یو مساوی است با آی ضرب آر. درست است؟ قیمت‌های یوی خود مجموع چه میکنیم؟ میگذاریم که این مجموع یا قیمت مجموعی مجموع یا مجموع گفته میتونیم که یوی مجموعی مجموع صحیح است؟ ما قیمت با جای قیمت یوی خود مجموع کدام قیمت ها رو میگویم؟ این قیمت ها به خاطر که اگر مجموع یو 1 آر 1 جمع آر 1 جمع آر 1 میشه. درست است؟ به خاطر مجموع مستقیم قیمت های یوی خود رو میمونیم. اگر مجموع مجموعه ولتاژهای خود پیدا کنیم مجموعه جریان ها ضرب مجموعه مقاومت ها مساوی با این میشه نمیشه. درست است؟ حالا که از هر کدام میشه مجموع چه میکنیم؟ قیمتاش میمونیم که آر 1 ضرب آر 1 جمع آر 2 جمع آر 2 جمع آر 3 ضرب آر 3 نقطه جمع آر n ضرب آر n. درست است؟ در این مجموع در اینجا کدام چیزا باید مجموع تقاضا داشته باشه؟ اول از جمع کدام چیزا باید مجموع پیدا کنه؟ اگه ولتاژ مجموع مساوی بگیریم جریان مساوی بگیریم ولتاژ اگر داده باشد اگر مجموع
وصل کنیم گروه را جریان یا گروشنایی گروه اول مجموع نظر به آخر فرق میکنه. به خاطر چه فرق میکنه؟ جریان مجموع مساوی ولتاژ مجموع چه میشه؟ کم میشه. همین رو دیدی بالا نمیشه میکنیم مساوی است. ولتاژ مجموع چه میشه؟ تقسیم میشه. بو اساس ولتاژ رو باز جمع کردیم استاد. چرا؟ ولتاژ تقسیم میشه. نه اینجا جمع کردیم. گفتم مجموعه ولتاژهای مجموع که هر ولتاژ مجموع یا که در یک گره میره، گره مجموع عبارت از محل تجمع یک جریان هایی که با چندین شاخه تقسیم میشه. اون گره مجموع طبعا تقسیمات میشه. مجموعه ولتاژهای خود چه میکنیم؟ پیدا میکنیم که یو یک جمع دو گروه اولی مجموع با شکل مسلسل که وصل کنیم. گروه اولی مجموع با اندازه ولتاژ میگیره که خود وایش چه مقدار تقاضا داشته باشه. چیزی که خودش میگیره پاس میکنه، چیزی که خودش گرفت باختمانده را پاس میکنه به گروه دومی. گروه دومی میگیره پاس میکنه به گروه سومی و تا گروه آخری که میرسه گروه اصلی خیلی ضعیف چاق میشه. اولی یا اجان مثلا با شکل مختصر که واسه میگیم ولتاژ بالا میره. ولتاژ بالا میره؟ ولتاژ بالا میره. مشترک گرفتیم. آر یک جمع آر دو جمع آر سه نقطه جمع آر ای سنس؟ به این خاطر که اگر آی مجموع ضرب هر کدوم از این کنیم پس مجموع آی ضرب آر میشه نمیشه؟ بعد مجموع به خاطر که ضریب مجهول خود مجموع چه کنیم؟ از بین ببریم، اطراف تقسیم آی میکنیم. درست است؟ این طرف هم تقسیم آی میکنیم و این طرف هم مساوات خود تقسیم آی میکنیم. این آی به این آی خلاص میشه، این به این خلاص میشه. مجموع چه میمونه؟ که آر مجموعه یا آر مجموع مساوی بر آر یک جمع آر دو جمع آر سه جمع آر ان 4 جمع آر این وضع فرمول سوال. به این خاطر که بعضی حالتها بر مجموع میگه که مقاومت‌های مجموع چرا با هم جمع میشن. درست است؟ اینجا آی مجموعی ضرب مقاومت مجموعی ولتاژ مجموعی رو بر مجموع میتونه یو ای یا مجموعی مجموع مساوی بر آی مجموعی ضرب مقاومت مجموعی. بر جای از این اگر بر جای مجموعی قیمت یک بانیم از مقاومت اولی یا ولتاژ اولی خود پیدا میکنیم، دو بانیم دو را پیدا میکنیم، سه بانیم سه را پیدا میکنیم.